سحرگاه امروز شهرک صنعتی سفیدرود رشت مورد حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. پرتاب‌های حاصل از این حمله موجب بروز آتش‌سوزی در محل شد. مردم در نقاط مختلف شهر رشت صدای اصابت صورت گرفته را شنیدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که استان گیلان هیچ تأسیسات و یا زیرساخت مرتبط با صنعت هسته‌ای ندارد. ساعت حدوداً 3 بامداد و دقایقی پیش صدای چند انفجار مهیب در نقاط مختلف شهر رشت به گوش رسید و صدا از اینجا بود. شهر صنعتی سپیدرود رشت همونجور که در تصویر مشخصه ستونی از دود به آسمان رفته و یک شهرک صنعتی محل اصابت پرتابه‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفته در شهر صنعتی سپیدرود رشت.